سلام برادرای عزیز، پیش همه در باد و هوای تازه بر شما عوض سلامتی خنده در لبانتون. بسیاری مرا سوال میکنن که این گپ‌ها یعنی دادا از کجا پیدا میشه یا حیات دایر گفتن نمیشه. من خود نمیدونم از کجا پیدا میشه. یک قصه نقل میکنید درباره یک مردی ساده. مرد ایرسه میاد کار میکنه، میره خانه در میندازه. با همین راسیت دیده بوده یک وجوده که گلازاک پلازاک فهمیده، خواسته که دری خونهش دم یک گلازاک بچسبونه. میای مغازین خیلی همین کاوشور میکنه کاراشی گلازاک میآورد گلازاک. یا تا میخره میاره خونهش، پگاه سحر ختی میگیره گلازاک میای پیش مغازین چی میگه کار نمیکنی گلازاک تختی یگان چی نمیبینی. با مغازین چی میگیره دیگه میتشه با میای خلاصه بخره یه هفته میره میای مغازین چی زایبه دایجان میشه. یک کردامو خراب کرده میتشه میگه اکیره بگی همش گلازاک بر خونت کدامش که توری میگیره همو رو بماندگیش بگی بیار بیزار شده خطه. مرده که بیچاره میخیزه میگیره میبره پگاه سحر خطی میاره میگه این خرابکی دادگی تو یگان تاش نمیشه. گفته چه خیل نمیشه آخه؟ گفته این نمیخیل نشان نمیتیه یگان چیره نمیبینی. گفته برادر تو چخیلی میمونی امریکی نمیبینی. گفته نه خمه گیره میمونم نگاه میکنم یگان چیره نمیبینی. او گفته همون دری تو برای گلازاک موندن شکاف کدگی داره. گفته تو دل بیابی چی من داره که شکاف میکردم من در گلازاک چی در کار بود. هر کس به طریق دیدی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر بیشکنن واقع نیست، ای من در عجبم دوست چرا میشکند. Kana